اسم من کلیه، ولی این تجربه شخصی خودم نیست. ولی موقعی که اتفاق افتاد اونجا بودم و عکس‌العمل دوستامو دیدم. بریم براتون بگم چی شد. کلاس هفتم بودم و چند تا دوست داشتم. اسمشون ابیگل، دانیلا، آنجلین، شرلین و ایلین بود. کلاس درسمون خیلی درب و داغون بود. شیشه بعضی پنجره ها شکسته بود. دیواراش ترک خورده بود و مارمولکا روی دیوارا واسه خودشون میچرخیدن. کلاسمون بی‌نظم ترین کلاس بود چون همکلاسیام بیشعور بودن. از اون اکیپ همکلاسیام متنفر بودم و اون موقع هیچ معلمی هم نبود که روی کلاس نظارت کنه. یعنی منتظر بودیم که معلم درس بعدی وارد کلاس بشه. ولی متاسفانه هیچ کس توی کلاس نیومد. واسه همین کلاس به شدت به هم ریخته بود و بچهای کلاس وحشی تر شده بودن. قلدرا بچهای مظلوم و مسخره میکردن و اذیتشون میکردن. یه سری سرشون توی گوشی بود و یه سری هم میکاپشون رو چک میکردن و از این کارا. اون روز یه روز بارونی بود. روی صندلیم پیش دوستم ابیگل نشسته بودم که ناگهان صدای رعد و برق بلندی اومد و برق قطع شد. ولی ما به حرف زدن و خندیدن ادامه دادیم. من اون موقع گوشی نداشتم و به بقیه حسادت میکردم. یکم بعد ناگهان ایلین و دانیلا شروع کردن به حق و گریه و نمیدونستیم چرا. چند تا از همکلاسی‌ها رفتن پیششون و پرسیدن چی شده؟ دانیلا خشکش زده بود و ایلین هنوز داشت حق میکرد. دانیلا گفت من و ایلین سرمون توی کار خودمون بود و من داشتم موهای ایلین رو درست میکردم. ما پشت صندلی شما روی زمین نشسته بودیم که یهو نگاهمون به پایین افتاد و دیدیم یه دختر زیر صندلی همینجوری با سر خمیده بهمون زل زده بود و ترسناکیش اینجاست که چشمای دختره کاملا قرمز بود. واسه همین جیغ زدیم. من با اینکه خیلی میترسیدم ولی تصمیم گرفتم نگاه کنم تا ببینم روحی چیزی اونجاست یا نه. آروم به زیر صندلیم نگاه کردم و در کمال تعجب هیچی اونجا نبود. بعد به دوستام نگاه کردم و دیدم هنوز دارن گریه میکنن. صبح روز بعد دوستم ابیگل هم تجربه ترسناک خودشو برام گفت. معلممون هر روز به یکی از بچه‌ها کلید کلاس درس رو میداد تا زودتر درو باز کنه. و اون روز کلید دست ابیگل بود. ابیگل زودتر از همه اومده بود و میخواست بره سمت در که از پنجره داخل رو نگاه کرد و دید یه دختر توی کلاسمونه. دختر توی کمد کنار تخت سیاه نشسته بود. ابیگل میگفت یه روح بوده. میگفت واقعا یه روح توی مدرسمون داریم. وقتی اینو شنیدم تمام موی تنم سیخ شد. نمیدونستم اون روز توی کلاسمون چی کار میکرد، ولی بعضیا میگفتن که مدرسمون قبلا یه قبرستون بوده و روی اون ساخته شده. آره، با اینکه چیزی زیر صندلیم نبود ولی حرف بچه‌ها رو باور میکنم چون خودم هم یه سایه سیاه توی کلاس دیده بودم.